توقف جنگ دست جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، حتی اونها متوقف بشوند، تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران هست در این زمینه، چون اونها تجاوز کردن، اونها حملات مسلحانه انجام دادن. ما باید در واقع موقعی متوقف بشویم که بتونیم احساس بکنیم یا تضمینی داشته باشیم که این اقدامات تجاوزکارانه مجددا روی نمیده و اونها مسئولیت اقدامات خودشون رو باید بپذیرن. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طراحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد.